سلام، خوش اومدید به این ویدیو. میخوام امروز بهتون آموزش بدم که چطوری اسکین دلخواه خودتون رو توی ماینکرافت داشته باشین. میرین برنامه به نام اسکین ادیتور استیم میریزین، ببخشید 3D همون سه‌بعدی میریزین. بعد میرین توی برنامه، این اسکینیه که خودم برای خودم ساختم. میرین میزنین روی قسمت که عکس به علاوه داره، میزنین روی اون، میزنین روی استیو اسکین. بعدش خود اسکین استیو معموله میاد براتون. بعد میرید تو قسمت رنگ که میخواین لباسشو باش بسازین انتخاب میکنین و به همین ترتیب میتونید اسکینی که خودتون دوست دارید رو بسازید. مثلا میتونید شلوارشو قهوه‌ای بکنید، میتونید برید مثلا بعد دستاشو مثلا آبی کمرنگ بزنید. بعد میتونید وقتی میزنید روی مداده میتونید با دست خودتون دونه‌های ریزش هم درست بکنید. الان اسکینی که ما میخوایم بسازیم آماده است. میزنین روی این قسمت. وقتی که زدین روی این قسمت میتونین ببینین که کجای قسمت، یعنی سفر رو میچرخونین و میبینین کجاهاش هنوز رنگی نشده. حتما این وراش هم رنگی بزنید. یه وقت مثلا از دستای اون وریش مثلا رنگی که میخواین باشه، حواستون به این قسمتش هم باشه. بعدش میرین تو قسمتی که عکس یه فایله، میزنین روی سیف تو گالری. بعدش میرین توی بازی ماینکرافت، میزنید روی گزینه دریسینگ روم، صبر میکنید تا وارد بشه. وقتی که وارد شد میزنید روی گزینه سومی از سمت چپ، میزنید روی آونت اسکینز. وقتی که زدید روی اون میزنید روی چوز نیو اسکین، میزنید توی گالری و عکسی که میخواین رو روش میزنین، عکس اسکینه رو. بعدش میبینین که اون اسکینی که میخواین رو آورده و این هم از اسکینی که ما میخواستیم. فقط حواستون باشه که دور و برش رو هم همون طرحی که دوست دارین انجام بدین. مثل الان که من دارم میچرخونم، پشتش رنگ خود استیو نباشه. الان باز من باید برم اسکین خودم رو انتخاب کنم. اگه از این آموزش خوشتون اومد حتما کانال منو ساب و این ویدیو رو لایک کنید تا من بیشتر دیده بشم. خدا نگهدار.